دوستای عزیزم، میخوایم امروز یک قورمه گوشت همراه فاصلیه تیار کنم. اینمی مواد لازمش هست که این بانجان رومی است، روب بانجان رومی، روب پاپریکا، سیر، پیاز و این مواد لازمش هست که براتون نشان میدم. و گوشتم از گوشت فیلمرغ یا پوتین است که من از این گوشت استفاده میکنم که زیاد چرب نمی باشه. من او خود یک اندازه خشک کرد، امروز سیر گرد میکنم. یکم سیر گرد شد، باز پیازش داخلش مندازم، خوب صاف میکنم. خود دوستای عزیز، اینا وقتش است که مسالجات خود اضافه کنیم. تمام مسالجات این اضافه کردم. نمک حتما انداختم به خاطر که در ویدیو قبلی ما یکی از دوستان انتقاد کرده بود که نمک نداره دیگه، اما اینا دیدین که دیگه نمک انداختم. من بسیار خوش میشم از انتقادات شما، از نظریاتتان، از کامنت های مقبولتان. هرچی که باشه فرق میکنه، برای من نشته کنین و شریک بسازین مرا انتقادای. با حالا بانجان رومی که گرد کردیم، امروز مکس کردیم، میده کردیم، امروز گرد میکنم. امروز گرد کردم امروز اون یک کم آب اندازم. میمانم که آرامی خودش جوش بخوره و آرام آرام درجه منقل خود کم میکنم. قورمه ما پخته میشه. این دوستای عزیز ببینین که چقدر مقبول آمد، چقدر خوب، همه چیزش منظم و درست. این حال میمانیم برای یک چند دقیقه جوش بخوره. خب دوستای عزیز ببینین که چقدر یک قورمه مزه‌دار و یک قورمه خوب و رنگ و رویش بسیار مقبول، همه چیزش خوب. اینا بسیار قورمه خوب. یک کم بر خود تیار میکنم در اینجا.